دوستان سلام. اومده بودیم اینجا رسوبگیری لوله انجام داده بودیم. دیگه حواسمون نبود که نحوه موادی که داخل لوله هست چطور به تزریق بیاد، ازش بیاد بیرون. به همین راحتی ما الان مواد داخل لوله است، میخوایم که مواد از لوله خارج کنیم. خیلی باید احتیاط کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این اتفاق میفته. شما نگاه کنید، الان من از اینجا شروع میکنم، از اینجا شروع میکنیم، آب گرم رو باز میکنیم. ببین نگاه کنیم دوستان، همین که داره میبینید داره آب گرم داره میاد، موادمون داره خارج میشه. ببین الان دیگه مواد باطل شد. میبینید این دیگه الان آب داره میاد. ما آب کم باز کردیم. به خاطر چرا؟ به خاطر اینکه یه موقع نریزه دست پامون کثیف کنه. به همین سادگی. خب این یکیش. میریم دومیه اینجاست، همینجاست. دومی هم اینجاست. خیلی آروم اینجا باز میکنیم، مواد اومد. خب این هم میریزیم داخل توالت، به درد نمیخوره، میریزیم اینجا میریم. بعد میریم سمت حمام، بذار من اینا رو بریزم داخل این. آقا مجید فیلمی بگی. این مواد میریزیم داخل این چون چاره ای نداریم. بیا آقا مجید این باید میریم اینجا مواد خارج میکنیم از لوله. اینا رو گذاشتیم که سینگ ما رو کثیف نکنه، چون این مواد با سینگ آسیب میرسونه. نه انقدر که خدای نکرده شما ناراحت بشین. یه لکی میفته خانوما خوششون نمیاد. حالا ما اینو باز میکنیم، دیگه چاره نداریم. بذار بره مواد ما اینجا. اینقدر خارج میکنیم تا آب بیاد. آب اومد دیگه تمومه. الان پمپشون هم خاموشه. پمپ بزنن آب خیلی بهترم خواهد شد. خب آقا مجید با من بیا، شما اینو من خالی کنم داخل سطله. یه جا دیگه مونده، اونم تو حمامه. بریم حمام، این مواد بکشیم بیرون. تمومه دوستان. آقا مجید با من بیا، مواد از لوله آب چیزم خارج کنیم، حمام هم خارج کنیم، دوستان ببینن. هیچ کاری نداره دوستان. ببینید به همین سادگی. اینجا چون نزدیک به حمامه الان موادمون خارج شد. میدونی دیگه الان آبه، این دیگه آبه، به همین راحتی. خب آقا مجید یه زحمتی بکش، برو پمپ آب و خونه رو بزن. پمپ آب خونه رو بزن بیا. پمپ آب خونه رو روشن کن بیا داداش. سری فیلم بیا این بر دوربین بیا این بر بچه ها ببینن آب داغ الان. دوستان این الان آب داغه. میبینین دوستان لوله چقدر تمیز کرده. الان قشنگ آب داغ که اینجا آب نمی اومد. ایشون میگفت که آب گرم کن مشکل داره. من گفتم نه، اینم آب سردشون. میبینین اینم آب داغش. به همین سادگی مشکل داره میزه بیرون. دوستان پیج ما رو دنبال کنید. علمدارم خبرهای خوشم براتون هست. خداحافظ.